ریکورده؟ خب بریم علی آقا 1 2 3 آقا ما مهمون ویژه داریم تو این قسمت از اذیت کردن یوتیوبرها. آقا حسام اومده پیش ما قراره اولین بار بهش میگم مهمون ویژه. 3 کلمه حس خودتو بگو راجع به این ویدیو. اصلا نمیدونه چیه. چرا یه بک استوری اصلا خالت چجوری کنده میشه؟ هیچ جوری 3 عشق، نفرت، حسرت. آقا ویدیو این شکلیه. ما 3 تا آیتم اصلی داریم. عین ویدیو قبلی فقط آیتم اصلیمون بهتر شده چون پول درآوردیم. یکی از آیتمامون برگره. یکی از آیتمامون برگره، یکی از آیتمامون ژامبونه، اون یکی تون ماهیه. نونمون هم برگر. تون ماهی رو بذار نشون بدم. تون ماهی آوردم. تون ماهی آوردم دقیقاً. واسه همین گرفتم چون تخفیف خورده بود. نه حسام چون استقلالیه. آقا آیتم ها این شکلیه. ما تو بشقا 2 تا نون برگر داریم. خب 3 تا غذای اصلی داریم. خب از 1 تا 3 یکیشو انتخاب می‌کنی. بعد که انتخاب کردی غذا اصلیتون آماده است. یعنی مثلا میاد توی بشقابتون چی؟ تون ماهی. بعد می‌خوریمشو. نه 10 تا چاشنی داریم. 10 تا مای هزینه شده. هزینه. ببین از اون 10 تا هر کدوم روی غذا بریزی بد میشه. نه شوخی میکنم. یه سری آیتم‌های خوبیه که با هر کدوم از اینا ترکیب خوبی در میاد. حالا هر کدوم از شما موظفین از اون 10 تا 4 تا آیتم رو انتخاب بکنید. 4 تا شما 4 تا شما. میشه بیشترم انتخاب. حالا نوبتیه. مثلا اول حساب اگه افتاد حساب 4 تاشو انتخاب بکنه. الان بعد کی با کیه؟ اون 4 الان بهت میگم. غذا که آماده شد حق انتخاب داریم. آقا ول کن اصلا رضا. مثل ویدیو قبلی هم همین شد. بریم پس هر کی تک بیاره که تیم‌ها مشخص میشه. هر کی تک بیاره علی بره بیرون. نه علی بره بیرون. تو الان افته. حالا هر کی تک بیاره با علیه. هر کی تک بیاره. من و علی. خب بشین. من و علی تو میشین. تو بشین. علی آقا بشین. آیتم اول. شرکت کننده آماده این؟ آره. از 1 تا 3 یه دونه من انتخاب کنم. شما یه دونه انتخاب کن. 3 خب 3 حذف شد. از 1 تا 1 حالا غذای علی، غذای اصلی علی برگره. میدونیم اینو؟ آره اینو میدونم. غذای اصلی آقای حسام ژامبونه. متنفرم از ژامبون. ژامبونش چیه؟ سولیکو کار اصل. تو الان میتونی به ما دروغم بگی؟ نه. یعنی ما الان واقعا برگره 60%. 60%. بابا 100 گفتیم میگیره. گفت من پول درآوردم از دوناتون که. علی آقا این غذای شماست. اینم غذای آقا حسامه. از 1 تا 10 4 تا عدد رو انتخاب بکنید. من انتخاب کنم اول هم. نه سنگ کاغذ قیچی داریم ما اینجا. بریم. نمی‌بینیم که. خب ما که می‌بینیم. آقا سنگ کاغذ قیچی می‌کنیم. برو بریم. سنگ کاغذ قیچی. خب حسام برد. حسام 4 تا عدد انتخاب کن. خب من از اینجا شروع من میشه به تا خاطر اینجا. علی زودیاک عدد 3 رو نمیخوام خب 3 الان این میاد سمت آقا حسام. به خب خاطر رضا آینه عدد 1 رو انتخاب میکنم. اینم 1 برای آقا حسام. به خاطر رونالدو 7 رو انتخاب میکنم. اینم برای شما. به خاطر خودم 10 رو انتخاب 10 رو انتخاب میکنه. کاش نمیکردی به خاطر خودت این کار رو. ولی خب الان علی آقا 1 2 3 4 5 6 7 از 1 تا 7 4 تا عدد انتخاب. 1 2 3 4 4 3 تا 4 تا. اوه چه انتخاب باحالی. انتخاب ته عوضی بازی بود. خب الان دیگه چطور نمیتونیم باز کنیم که درستش کنیم؟ نه بابا خودم باید باحاله به این که الان ببینیم 3. خب بابا آقا منصفانه درست میکنی؟ آره به جون مادرم من اصلا من کثافت ترین آدمیم که دیدی همه رو میزنم. خب چشاتون رو باز کنید آیتماتون رو ببینید. آیتمای علی اینا. اینم آیتمای حسام. درست کردی 3 روز که از این همه رو درست کردم. ببین اصلا حالت شلاق داره. آقا نکن. یه تیکه برگر چند تا سرخ کردیم. ما یه تیکه می‌خوایم بزنیم دهنمون ببینیم چه طعمی میده برگر. برد علی بزنم. بزن تو همش ماست. باید استفاده کن. خب چه میزان؟ کلشو؟ نه کلشو که نه. یه یه میزان دفعه ظرف برای ما بیار ما سسمون رو درست کنیم. آقا ما دهنت پسته‌ای داریم. من اول تست کنم ببینم واقعا دهنت برند خوبی زده. آقا تست جدا نکنید. نخور حسام. خب این واقعا نخورده پس. ببین من منطقیه که سسمو خودم بخورم. این آیتماش خیلی مزخرفه. آیتمای من؟ حاجی من 13 سال ماست 7 نخوردم. میشه یه قاشق بدید. خب علی آقا داره میریزه. آقا حسام ریخ واقعا. این اثر مال حسام بود؟ بله اصلا حسام.
آقا سس کرد. جدی به عنوان داور دارم نظارت میکنم به اینکه واقعا دارن میریزن مقدار خوبی رو یا نه و واقعا دارن میریزن. من نمیدونم چرا دارن این کارو میکنن. که چی بگم پشمات بریزه. آبغوره برید در تره. با بخورید میرسی که با بخوری کل اون ساندویچو نمیشه کنی. چرا با بخوری دیگه آقا همین میگم بو نکنید علی کم ریختی میارم به جون علی بالا. کم ریختی داداش همه قبیل به جون علی یکم دیگه خب نوبت ما هم میشه دیگه علی آقا حواست باشه دیگه میتونی بلا رو سر ما هم بیاری الان از آقا حسام یه دونه هیچی نموند آقا حسام همه رو قاطی من کرد همه رو قاطی کردم واقعا یه دقیقه چهار بکن. تا آیتم شد سه 1 2 بکن. 3 علی تو هم کامل کردی همه آره رو دیگه داداش بریز آقا کرم گذاشته علی راستی آیتم کره داشت کره رو گذاشته کفش می‌بینی علی آقا داره سسا رو میریزه رو کره روش خوردن عرق یه کجا من اینقدر سس میریزم. کل کاسه رو خالی کنید کل کاسه بعد کل کاسه یه اینجا ذره متولد نتی من 2 طبقه‌اش کردم یعنی طبقه بیسش هم داره داریم این چی نه علی ما در برگرمون رو گذاشتیم. بابا این چه برگریه سه روز ببند آقا حسام خدا وکیلی با عشق انقدر با درست عشق غذاشو درست که امیدوارم خوشمزه آقا باشه خب داری خالی میخوری یا نه آها بو کردی فقط خوبی کم. حالا قراره سنگ قشی کنید چرا که ببینید غذاتون جابجا میکنید یا نه یکیتون تصمیم که غذا جابجا بشه یا نه سنگ کاغذ قیچی علی که نه حسام تصمیم میگیره غذا جابجا میخوام یه بشه ذره بررسی اوکی. کنم. ببین حسام هیچ چیز ماست و بالزامیک با هم میخوره اسم البته نمیخوره چون اون میبره اونو منطقه. آره. کرک نزدی؟ من خودم کره رو زده اینو نمیتونم کرک زده کفش آره. نمیتونی اینو میتونی؟ این چی توش داره ببین اصلا چی توش داره آبگوره داری؟ آبگوره اصلا با هم میسازن اصلا یعنی بخوری میمیری نه میسازن علاوه پزشکی من اینا رو بررسی کردم میسازن واقعا ده حد چند گرم بود اون چقدر بده؟ اون من فکر کنم 10 9 8 7 من اینو 6 میخورم. اوکی آقا بخورید نصفش باید نمیتونم بخورید حاجی. بخور من بعدا بهت شام خوشمزه میدم بخور بعد ویدیو شام آره، میدی شام. چی میدی؟ یه چیز خوب اسامینوفن رو می‌خوره زد من خود یهو باید بری جدی یهو باید بری بالا نگاه چی چیزی قسم برگر رو نخور نونشو داره میخوره. علی آقا یه گاز بزرگ آها ببین تموم شد بزن حاجی بده واقعا حسام علی تو چی عجب چیزی درست خب بازنده برگر مجازات شب میشه بخور. بازنده مجازات میشه هر کی بیشتر بخوره برنده داداش من میبازم اوکی ام. جون حسام یه گاز جون بزن داداش خوردم یه این حاضری باز. بباز داداش سسش خیلی شیرینه. نتی بینه گاز بزنم واقعا خوشمزه است خدایی خوشمزه است آنتون بدی نداشتی تا خدا وکیلی گاز بزنم بازنده نمیشم. نه شاید بخور. نمود، تو باختی. بخور. بخور دقیقا از خوشمزه است. با من خوردم واقعا خوشمزه بود دمتامون انقدر خوشمزه نیست. آقا حسام باخت حسام جان در آخر ویدیو شما مجازات میشی بریم سراغ قسمت من و خدا وکیلی ببین. رضا اینقدر خوشمزه است تو واقعا داری میخوای خیلی خوشتم از به رانده دوم مسابقات میرسیم. اینه که تو در بیار. حکم درم چرا اون که تقلب بشه دیگه. آقای حسام جابجایی رو شروع کن. رضا نگاه نکن. چش رضا رو آقا سر پایین پایین. دی ناموسواری نمیبینم چی؟ ناموسواری الکی داری صدا در میاره صدا حسام حتی خودش هم گول زد اون وسط که داشت جابجا به میکرد. نظرتون برای اون طلاونگی چند تا حسام کشته شدن؟ حسام خب آقا 12 تا حسام مردن. میریم سراغ بازی. آقا گلیا پوش بازی کنین. گلیا گلیا پوش آره. بازیش بسته آره. باش تو بازی کن. فرنو جان گلو میدی. یه سوال علمی ازتون میخوام بپرسم. بپرس. آقا رئیس جمهور اول رئیس جمهور آمریکا اسمش چی بود؟ جان جورج واشنگتن. باریکلا رضا. بده بابا. این چیه؟ این که اصلا گل نیست. چرا؟ امکاناتمون من کمه. که چشم بسته است خب خب این دیگه بگو. آقا بزرگ منی راستت گل خب ما که میبینیم گل دستت نبود که داور داره ای گل. آدم زرنگ آقا بریم. برو بریم کدومه؟ بزرگ منی چپت گل اشتباه گفتی. نه درست گفتی. مهدی تو بگو. 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 4 2 4 6 چه هر دفعه زیاد میاد همون شد دوباره. از یه یک تا چی 7 نمون من. نه از اومد این بگو تا دیگه هفت. گل. 1 تا 7 آره 1 7 تموم. 3 5 اوه خب باز کنیم. دقیقاً همون چیزای بدی بیا که این ور فکرشو حسام. می‌کردم. ایول علی زودیاک ایول ته این بازی مرگه. ببین اصل با تو رضا ترشی متنفر ببین اصلا این 3000
آقا مهدی من یه فکری کردم. نگاه کن مهم نیست که اینا چیه. مهم اینه که با چه مال کیه؟ مهم اینه که اینا با علی مهم اینه که چه جوری اینا رو قاطی کنی. یعنی با چه ترتیبی اینا رو قاطی واقعا تاثیر داره. نه نگاه کن اول اگه نسکافه رو شما بریزی نسکافه شکلاتی ما داشتیم هات چاکلت و نسکافه با هم قاطی از کجا خریدی؟ بده بخوریم بعد ویدیو. زیاد خریدم جدی. مرحله بعدی اینه که آبگوره یکم روغن تونه ماهی هم باید بزنیم. این چقدر من از آبگوره بدم میاد. بذار چیزش رو نشون بدم. پدر مثلا سالاد شیرازی درست میکرد. درسته. مثلا با غذا. بعد من از آبگوره‌شون متنفر بودم. اگه آبگوره بود توی اون سالاده من نمیخوردم. و بابام خیلی آبگوره دوست داره. بعد از بچگی آبگوره میریخت تو سالاد شیرازی. از اون موقع نفرت من به این بیشتر نسبت بابا بیشتر شد. نه بچه‌ها دیگه شروع کنین دیگه. آمدی شما چه شروع نمی‌کنید؟ منتظر اتفاق خاص. آقا رضا نه بابا ما با هم شروع کردیم. من و احسان شما شروع کنیم. مزه شربت سینه میدادی چقدر بعد مزه بابا رضا اون اصلا دیگه عسل شد همش. جی رضا مطمئن یه کاری که کردی؟ زنبور میدونستی یکی از اصلی ترین جانوران دنیاست. چرا؟ یعنی زنبور اگه نباشه کلا هیومانیتی از بین میره. انسانیت، انسانیت، طبیعت، اخلاق. چی الان کارین بابا رضا ریگ. من اگه ساندویچتو بخورم چقدر میدی؟ به پشت صحنه ورزشکار داریم مگه هستیم به فروش. با من بدون اغراق میگم. گوش کردم می‌خواستم بیارم. اغراق. حیات اینجوریه. حیات نگاه کن این سلول نرم ماده. حیات کیه؟ توی رحم. رضا آب چیز نریختی، بالزامیک نریختی. من رو ریختم. بالزامیک بریز. آره نه بالزامیک نزن. آقا من نریختی. بو میره بو بالزامیک. اونایی که میگن رضا بالزامیک ریخته حتما تو کامنت بنویسین. یه ذره شما تونه ماهی تو بیشتر بکن آرزو. باید روغن و تونه ماهی بریزه تو سسش. اصلا تونه ماهی نمیریزه. رضا و علی تیپ زدن انگار من رستوران اینجا تون ماهی رضا کم بود داره اضافه میشه. سلامتی نوش مطمئنی؟ کم بود. یه سنگ کاغذ قیچی بریم. سنگ کاغذ قیچی. یکی حال کردی. عجب آدم بچه سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. یکی که من. سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ برو دیگه. قیچی دیگه رضا دویش. بعد دیگه دو سنگ کاغذ قیچی. آقا دیدی به جون خودم به جون آره ببری چه دو یک دو یک من عوض میکنم. من باید انتخاب کنم با وجودی که رضا این داداشم میمونه خیلی جا عوض میکنم. خب پس بخوریم. خب بخوریم. مهدی واقعا بارها اثبات کردی که تو شرایط سخت پشت منو خالی میکنی. بخور دیگه مینی برگره. بخور تو اول. نه چرا دومش رو خوردی؟ دومش زده خورد بود. گوشش رو خدا وکیل. ببینم خورد واقعا. فیستو میسم ببینم رضا. قورت بده نه جان نه قورت بده جان. قورت بده. رضا باختی. باختیم بس $1000 نمیبریم آقا. مجازات مجازات داریم من. آقا یه سوال اگر 1% خب شما توی این دوئل با حسام باختی چه اتفاقی بر من میفته؟ من صرفا میخوام بدونم دیگه. دیدی که این نور خاموش شد. اون نور هم خاموش میشه. این نورای دیگه هم خاموش میشه. کاغذ قیچی. سنگ 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 کاغذ قیچی. مرسی دوستان. خیلی دوستتون. رضا خوش باش با اینا. من یه نظری بدم. من یه کاری میکنم که ویدیو جذاب شه. جونم چیکار کنم؟ برگر رو با سس سزار میخورم. خوبه؟ خیلی کاری سخت. علی چجوری خیلی آقا کار با کنی؟ مجازات بشی. مجازات دیگه. سس سزار. مثل این میمونه که مثلا نون همبرگر رو با کوبیده بخوری. خیلی سخته. وای خیلی برو بابا. بکن سس وای وای ببن. جدی من دوستت دارم. خودت کمک کن. نه وایسا. خودم میخورم خودم. ببین من خوردم. رضا اصلا یک دوست میگم سری گاز بده. یک 1 2 3
نه دیگه خراب نکن. از اون فاصله معلوم بود که رضا آقا نمیخورم. رضا این کار بدتره ها بدونی. قرآن نوک زبونم خورد به سس خیلی بده. برو بابا من واقعا دارم قسم راست. واقعا نوک زبونم خورد خیلی چیز بده. آقا من واقعا تشکر میکنم از آقا رضا که حضور پیدا کرد این ویدیو. قربونت داداش. امیدوارم که بازم ببینم. علی داداش اینم آخرین ویدیو بود که من و علی با هم میگیریم. بریم. یه ویدیو همین خدا نگهدار.